فراز و نشیب در زندگی هست. از فراز و نشیب نمی شود انسان پرهیز بکند. اونی که لازمه اینه که وقتی بر فراز قرار میگیریم مغرور نشیم، چون غرور جهل میاره. خود مغرور شدن انسان رو غافل میکنه. وقتی که به فرود رسیدیم یه جایی ناکام موندیم، باعث افسرده و مایوس و دلشکسته نشیم.